اخیر، 3 دهه اخیر، ما در زبان و گفتار و رفتارمون یک گروهی که اسمشون بود افغانستانی‌ها، بهشون میگفتیم برادران دینی یا ایرانیان در ایران باستان، ایرانیان سابق، یا به هر حال مهمانان ما، کم واژه‌هایی که در موردشون به کار بردیم تبدیل شد به مثلا اتباع خارجی، بعد شد اتباع بیگانه، بعد شد اتباع بیگانه غیر مجاز، بعد کم شد. البته اینا ترتیب زمانی لزوم نداره، لزوما نداره، منظورم اینه که اینا اومد تو ادبیات ما. بعد کم اصلا بحث این شد که اینا سربار اقتصادی هستند، اخلال دارن ایجاد میکنن در بازار کار، اخلال دارن ایجاد میکنن در مسکن. کم این اصطلاح به ذهن‌ها و در گفتارها و در رسانه‌های ما اومد که اصلا اینا بخشیشون یک ارتش پنهانه. این واژه رو من شنیده بودم که وصلن به طالبان، وصلن به گروه‌های بنیادگرا. بعد کم بنابراین زمینه‌هایی که اینا مشکوکن دیگه. بعد کم که خب همین اواخر که بعد از جنگ بحث این شد که اینا یا ابزار دست دشمنن یا هم دست دشمنن یا بالاخره تهدید امنیتی. و خب متناسب با هر کدوم از اینا رفتار ما به معنای مای عام، یعنی منظورم که جامعه، حاکمیت، رسانه، همه اینا با هم تغییراتی کرد. این سوال رو ما در اصطلاح علوم اجتماعی با 3 تا اصطلاح دیگری سازی و دیگری ستیزی یه ذره مفهوم سازی. خب دیگری یک امریه که یک برساخت هویتی، یعنی ما مدام در طول زندگیمون برای اینکه بتونیم رابطه خودمون رو با اطرافمون تنظیم کنیم دیگری میسازیم. دیگری یک امر خنثی‌ست. مثلا اینا گروهی از فرض بفرمایید بلوچان، اینا هنرمندان، اینا مثلا گروه‌های مختلف رو تعریف کنیم و به این گروه هم میگفتیم افغانستانی‌ها دیگه. بنابراین دیگری یک امر هویت سازه، یک امری که در زندگی روزمره و در ادبیات و رسانه‌ها و اینا هست و خنثی‌ست. مشکلی فعلا نداره خود به خود، یعنی در ساخت اجتماعی و هویتی است. دیگری سازی از اونجا شروع میشه که کم ما به این دیگری ها اولا اینا شروع میکنیم به یک هویت جمعی تبدیل میکنیم. یعنی تفاوت این که مثلا بچه‌هاشون با مزن، پیرمرداشون قابل احترامن یا سالمندانشون، زنان سالمندشون، ذهنشون فرق میکنه، مردشون فرق، اینا تموم میشه. همه میشه یک کلی که شروع میکنیم به این کل برچسب‌هایی میزنیم که دیگه اینا برچسب مثبتی نیست. یعنی شروع میکنیم مثلا همین که عرض کردم، مثلا اتباع بیگانه، مجاز، غیر مجاز. مثلا کلمه بیگانه بار مفهومی مثبتی نداره یا غیر مجاز بار مفهومی مثبتی نداره. یا وقتی شروع میکنیم بحث سربار اقتصادی رو مطرح کنیم دیگه این فرآیند بهش میگن دیگری سازی، مادرنیسم. یعنی هنوز کم داره ذهن‌ها و زمینه‌ها ساخته میشه که اون دیگریه که مثلا گفتیم ترک، کرد، بلوچ، افغانستانی، هنرمند، ورزشکار، کلی بود، خنثی بود. اگه شروع کنیم یه چیزای منفی روش بار کنیم رو هر کدوم از اینا، داریم وارد فرآیند دیگری سازی میشه که دیگری سازی زمینه این زنوفوبیا یا دیگری ستیزیه. دیگری ستیزی یعنی دیگه از این حرف و اینا یه قدم میری جلوتر، حرف میکنی، خشونت به خرج میکنی، کتک میزنیم توی خیابون، اخراجشون میکنیم، محرومشون میکنیم و چیزایی هست. خب اینا مفهومهایی که توی علوم اجتماعی تولید شده و خیلی قدیمی، یعنی اصلا فقط مربوط به افغانستانی‌ها در ایران نیست. میتونید شما در مورد کردها در ترکیه به کارش ببرید، در مورد فلسطینی‌ها تو اسرائیل به کارش ببرید، میتونید در مورد یهودیان در آلمان نازی به کار مفصل بود، همیشه وجود داره. حالا تو خاورمیانه یه جورای مختلفی وجود داشت. حتی تو ایران میتونید در مورد گروه‌های دیگری هم به کارشون ببرید که حالا من ازش وارد نمیشم. یه ملاحظه. اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های سیاسی، اینا جورای مختلف. ماجرا اینه که ممکنه این سوال پیش بیاد که اصلا چرا پس این اتفاق میفته؟ چی میشه که همچین فرایندی از دیگری به دیگری سازی و به دیگری ستیزی اتفاق میفته؟ برای اینم باز علوم اجتماعی پاسخ‌هایی داره. اولا توضیحی که میدن اینه که یک مجموعه عامل اینجا نقش داره. یعنی شما یک حاکمیتی دارید که حتما در این فرایند نقش داره، مثبت منفی. یعنی منظورم که نگذاری یا بگذاری این فرایندها اتفاق بیفته. از اون مهمتر، یعنی از قوه اجرایی که بعضی از کاراش با سیاست‌گذاری‌هاش ممکنه منجر به این کار بشه یا نه،
دستگاه قضایی، جایی که اصلا حق و حقوق آدم‌ها رو تعریف میکنه و نمیگذاره که مثلا کسانی اینجوری برچسب بکنن یا رفتارهای مثلا منفی باشون باشه. بنابراین دستگاه قضایی اینجا سهم داره، دستگاه اجرایی یا دولت در اینجا سهم داره. عرض به حضور شما بسته به ساخت کشور اینکه رسانه‌ها دست کیان، رسانه‌های غالب و مینستریم، اون نقش داره که خب در کشور ما برای اینکه واضحش کنم اینا رو طبیعتاً سیاستمداران و دستگاه‌های حاکمیت بیشترین دسترسی به رسانه‌های مینستریم دارن. ها رسانه‌های صدا سیما و روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها، ولی به هر حال حالا رسانه‌های جایگزین یا شهروندی اونا ماجراش شده. البته فقط اینا نیستن، روشنفکران و دانشگاهیان هم هستن، نقش دارن که چجوری فکر کنن و چی بگن. مردم هم به معنای عام نقش دارن، اینجوری نیست که خود مردم یا خود اون گروه نقش نداشته باشه. حالا این مردم یه بخش سازمان یافته‌ای دارن که در ایران کوچیک هم هست و اسم شما می‌گذاریم جامعه مدنی، همین سازمان‌های مردم نهاد و همه شکل سازمان یافته مردم که برای منافع مختلف خودشون یا غیر عمومی سازمان یافتند و دنبال یک فعالیت‌هایی با توده مردم به معنای شکلش فرق می‌کنه که خیلی بیشتر تحت تاثیر رسانه‌ها قرار می‌گیره. این مردم سازمان یافته‌تر به این راحتی تحت تاثیر هر رسانه‌ای قرار نمی‌گیرن، چون خودشون برای خودشون اولا خردهای جمعی دارن و بعداً حال جلوتر توضیح میدم که تو چه چارچوبی، تو چه سیاستی کار می‌کنن. اسم سیاستی که اونا درگیرشن رو ما بهش میگیم لایف پالیتیکس، یعنی سیاست زندگی که حالا جلوتر بعداً اگه فرصت بشه بهش میگم. خب ماجرا اینه که این امر دست کم از منظر کسانی نامطلوبه، همون دستگاهی که من گفتم. فرض کنیم از منظر بخشی از حقوقدانان و وکلا در ایران این امر نامطلوبه و مطالبهشون بازگشت به قانون، چه به شکل این که قوانینی که داریم و اجرا نمی‌کنیم و اجرا کنیم، چه به شکل این که قوانینی که نداریم یا نپیوستیم یا هر چیزی اینا رو بگذاریم. یعنی ایدهشون اینه که برای اینکه این فرآیند اتفاق نیفته از دیگری به امر خنثی و هویتی نریم به سمت دیگری ستیزی، ما مطالبه‌مون بازگشته به قانون که من این خب بحث من نیست، تخصص من نیست، فکر کنم تو پنل بعدی صحبت میشه که چرا این مهمه که دیگه به جای اون واژه‌ها از واژه مهاجر، از واژه پناهجو، از واژه پناهنده، اصطلاحاتی که مبناهای حقوقی داره، فرآیندهای تعریف شده داره، وضعیت‌های حقوقی مشخص داره، از اون باید استفاده کنیم. خب اون بحث حقوقدانان است و مطالبه اونها و خب ربط هم داره به اون دستگاه قضا و اون سیستم قضایی کشور. کلا منظورم اینه که اون بودی که عرض کردم که در همه کشورها یک نظامی وجود داره که حق و حقوق و تعریف و تثبیت و دفاع ازش میکنه، اون نظام قضا یا سیستم اصلاح اون به اونا ربط داره. در حوزه دولت مطالبه کسانی که کارشون سیاستگذاری اجتماعیه این است که این امر در عرصه سیاستگذاری اجتماعی صورتبندی و پاسخ داده بشه، نه در عرصه سیاست. عرصه سیاستگذاری اجتماعی عرصه متفاوتی است، عرصه‌ای است که اتفاقاً درش اهداف کلی سیاستگذاری اجتماعی ادغام اجتماعی، تحقق شهروندی و کاهش نابرابری است. این اهداف کلی سیاستگذاری اجتماعی است که البته جلوتر من توضیح خواهم. سیاستگذاری اجتماعی اصلا امری است علمی، امری است که درست شده که اگر اون حق محوری فردگرایانه لیبرال که مهمه که همه ما افراد صاحب حق و برابری هستیم در مقابل قانون که عرصه حقوق اینو بحث میکنه، عرصه سیاستگذاری عرصه‌ای است که در مورد مای جمعی بحث میکنه، در مورد اینکه چرا ما وظایف جمعی تری فارغ از حق و حقوق فردی داریم. یعنی اون اینجا میاد خیلی بیشتر رو حوزه مسئولیت‌ها و وظایف ما و بر اساس اونهاست که ما اون وقت باید به کارتون خواب فکر کنیم، ولی اون به حقوق فردی من پیش رفت نمیشه. باید برای اونها سیاست‌گذاری کنیم، باید برای مصرف کنندگان و برای افرادی که در وضعیتی هستند که حالا فرمانبندی اگر حقوقی میشد مهاجر، پناهجو یا پناهنده، وقتی که نشده به هر حال در وضعیتی هستند که وضعیت نامشخصی است و باید موضوع سیاست‌گذاری اجتماعی باشه. مطالبه متخصصین سیاست‌گذاری اجتماعی هم یا حتی کسانی که در ساختار استیت در ساختار دولت کارشون سیاست‌گذاری اجتماعی اینه که میگن این باید میامد در عرصه سیاست، هیچ وقت نیامد. حالا اونو بعداً توضیح میدم که چرا. مطالبه بخشی از اون بخش سازمان یافته مردم که میشه جامعه مدنی هم این است که ما
در ما همیشه در جامعه مدنی بحثمون، یعنی ما از یک سیاستی به اسم سیاست زندگی پیروی می‌کنیم که جلوتر عرض می‌کنیم چیه مبناهاش یا به اصطلاح کسانی که این ایده رو بسط دادن، ولی ماجراش اینه که سیاست زندگی هم سیاستی است از جنس اهمیت دادن به زندگی دیگران، احترام به کرامت انسانی، اخلاق مراقبت. یعنی اصلا همه این که آدم و سازمان پیدا میکنن جمع میشن دور هم که برای کودک کار بکنن، برای کارتون کار بکنن، این چه مبنایی میتونه داشته باشه غیر از اینا که عرض کردم، البته چیزای بیشتر. بنابراین برای اینا نامطلوبه، برای اینا ایدهشون اینه که این انسان‌ها به واسطه کرامتشون، به واسطه انسان بودنشون، فارغ از هر چیزی، یعنی پیشینی ترین هویتشون که انسان بودن، حتی فارغ از انسان صاحب حق که موضوع حقوقه، به واسطه انسان بودنش یا انسان مثلا شهروند که واسه سوژه مثلا سیاست‌گذاری شما، اینها اتفاقا قبل از همه اینا، این جامعه مدنی ما قبل از همه اینا میگه آقا انسان به واسطه انسان بودنش، کودک به واسطه کودک بودنش، سالمند به واسطه سالمند، زن به واسطه زن بودنش، و البته در یک مواردی اولویت‌هایی میدن چون اینا تحت در واقع نازندگی‌های متفاوتی هستن، اینا باید در گرد زندگیشون بهشون و بنابراین به زندگی و به اخلاق مراقبت و به اتحاد برای برگردش زندگی. بنابراین از نظر جامعه مدنی هم نامطلوبه. پس ببین از نظر حقوقدان و کسی که در دنبال حق و حقوق نامطلوبه، از نظر کسی که دنبال اینه که دولت سیاست گذاری کنه این نامطلوبه این وضعیت، از نظر لااقل بخش سازمانی یافته جامعه مدنی که دنبال خیر عمومی و زندگی ایناست هم نامطلوبه. ولی این وسط کی میمونه که از نظرش این مطلوبه؟ ممکنه بخشی از سیاست مداران یا کسانی که درگیر سیاستن، چیزی که الان داریم، بخشی از رسانه‌هایی که دارن برای و شاید بخشی از مردم که تحت تاثیر افکار و مثلا اون دستکاری‌های رسانه‌ای هست، ممکنه برای بخشی از اینا مطلوب باشه. کما اینکه در تجربه روزانه ما میشنویم میگه بعضی از مردم، بعضی از اینا، بعدم خب می‌بینیم دیگه کل دستگاه سیاسی بسیج شده به معنای سیاسیش و به معنای رسانه‌ایش که بگه که این کار درسته. بنابراین مطلوب نامطلوب کم و بیش قابل تفکیکه، یعنی خیلی موضوع مناقشه به نظر من است. حالا سوال اینه که چرا اینجوری شده؟ یعنی میشه این سوال رو باز برگردون به این که خب چرا اینجوری شده؟ چرا اگه این یک موضوع حکمرانی و حاکمیتی است، عدم حکمرانی یه جورایی درش اتفاق افتاده و مثلا این که چرا اینجوری شده، باز در این حوزه ما، حوزه سیاست، من الان در کلاه سیاست‌گذاری اجتماعی صحبت می‌کنم، در حوزه ما یک عالمه توضیحات هست که دولت‌ها چه شکل‌هایی دارن. مثلا دولت چقدر تحت تصرف مثلا بوروکرات هاست، این بوروکرات ها رو چجوری انتخاب میکنن؟ بوروکرات ها مثلا بر اساس شایستگی و اینا انتخاب میشن یا بر اساس یک نظامی از روابط قومی و وفاداری و لویالتی و اینجور چیزا؟ در تمام دنیا این بحث هست. دولت هایی که مبتنی بر در بعضی از کشورها میگن که دولت نه فقط ممکنه خیلی تسلط بوروکرات‌ها توش زیاد بشه، تسلط بوروکرات‌ها ممکنه منجر به حذف سیاست، یعنی دانشگاهیان و بقیه فعالین مدنی اینا بشه اگر خیلی تمامیت خواهانه باشه، نه لزوما چیز منفی باشه، چون دستگاه دولت باید با دستگاه دیوانی و دولت اینا با هم ربط دارن، یعنی بوروکراسی باید باشه که دولت بتونه کارش نظم بده. ولی حکمرانی یه وجهش اصطلاحاً مدیریت عمومی، یه وجهش همین ماجرای مشارکت و در واقع استفاده از بقیه ظرفیت هاست. به هر حال ولی دولت‌هایی در وضعیت ما اصطلاحات دیگه هم برش به کار میبرن، از جمله دولت‌های اشغال شده توسط مثلا نظامیان، توسط امنیتی ها. معنیش این نیست که استعاره اینا دیگه، معنیش اینه که مثلا اینجوری نیست که این دولت فقط یک دولت بوروکراتیک باشه و یه سری کارمند درش باشن که حالا بعد دعوای ما سر این باشه که آقا اینا چقدر خودشون بر اساس تشخیص‌های بوروکراتیکشون دارن سیاست گذاری میکنن در اموری، چقدر کمک میگیرن از متخصصین و دانشگاه و مثلا کسانی که نزدیکتر به مردم مثل فعالین مدنی اینا، چرا خودشون دارن پشت دره بسته میشنن تو سازمان‌هاشون یه سری تصمیمات بوروکراتیک. خب اینو ما که داریم، اینو که میدونیم که داریم، ولی ماجرا اینه که ما یه خود بیشتر از این داریم. یعنی ما جایگاه‌هایی در دولت هم توسط کسان دیگه‌ای انتخاب شده، یعنی بالاخره ما وزیرانی داشتیم که مثلا سرداران نظامی یا مثلا به هر حال خیلی از دستگاه‌های حقوق در یک دوره یک جو امنیتی خیلی شدیدی درش حاکم میشه، بنابراین خب عاملین امنیتی که همه اینا در ساختار حاکمیت سر جای خودشون
باید باشن که اصلا حاکمیت شکل بگیره. فقط بحث اینجا اینه که اینا تداخل وقتی پیدا میکنن با هم تبعاتی پیدا. یکی از تبعاتی که پیدا میکنه در ادبیات سیاست‌گذاری اجتماعی بهش میگن غیبت سیاست یا سیاست غیبت، که من اگه بخوام خیلی سریع توضیح بدم معنیش اینه که حاکمیت هایی که یه خورده از این اغتشاشات حکمرانی پیدا میکنن سه تا کار ممکنه بکنن. یکی اینه که از سیاست گذاری در یک چیزایی فرار میکنن. این فرار بعضی وقتا عامدانه است، بعضی وقتا آگاهانه است. این منجر به تعلیق وضعیت میشه. یعنی شما یه موضوعاتی داری که اصلا سیاست گذار نمیخواد بره سراغش. مثلا فرض فرمایید در دوره‌های طولانی موضوع مثلا کارگران یعنی زنان دارای کار جنسی موضوعی بود که موضوع غیبت سیاست به این معناش بود. یعنی حاکمیت یا مدیران هیچ مدیری در دوره خودش ترجیح نمیداد وارد این موضوع بشه. ترجیح میداد اینو معلق نگه داره، اصلا واردش نشه، حالا بعداً کسی شد. این تعلیق به تعلیق در آوردن حکمرانی، یعنی حکمرانی رو در جایگاه حکمرانی باشه ولی حکمرانی نکنه، در جایگاه سیاست‌گذاری سیاست‌گذاری، این میشه میگن غیبت سیاست. این یه ادبیاتی داره، از ادبیات پس از استعماری پس از ساختارگرایی و اینا اومده. یه مثلا کامرونی به اسم آچیل امببه مثلا، حالا اسمم شاید خیلی مهم نباشه، کسی دیگه 4-5 نفرن که این ادبیات رو درست کردن و از یه اصطلاحاتی مثل نکروزیس پالیتیکس، نکروز میگن طرف مثلا بافتش نکروز شده، میدونید توی یه چیزی یعنی مرده. این استعاریه که هم به معنای این که کار نمیکنه، هم به معنای این که بعضی وقتا استعاره است از این که مرد میخواهد. حالا جلوتر توضیح. ولی به هر حال داشتم اینو گفتم که غیبت سیاست سه معنا داره. یکیش اینه که شما اصلا وارد نمیشی، غایبی، اینا رو ول میکنی. که بعد بعضی وقتا میگن که غیبت سیاست فضاهایی ایجاد میکنه که به یک شکلی از سیاست گذاری از پایین منجر میشه. یعنی جامعه که نمیتونه دست گذاری که مثلا کارگاه باشه، اون زنی که درگیر کار جنسی باشه میاد خودش و پاسخهایی میده. این پاسخهایی که لزوما جای دولت رو نمیگیره، مثلا اگه دولت بزرگ باشه یعنی جای حکمرانی نمیگیره، اصلا وظیفه از رو صرف نمیکنه، ولی به هر حال یک خلأ سیاستی ایجاد میکنه که اون وقت جامعه ممکنه وارد شه. شما بچهای افغانستانی رو نبرید توی سیستم آموزشی، یعنی سیاست‌گذاری نمی‌کنی در مورد چیز. این خلأ سیاستی ممکنه کی پرش کنه؟ اگر جامعه مدنی وجود داشته باشه، اگر مردمی وجود داشته باشن که سازمانی یافتن برای اون اهداف، اینا میان بخشی از اینو پر میکنن. قابل اسکیلاب نیست، یعنی قابل این نیست که جای اونو بگیره، ولی اتفاق میفته. این اتفاقی که در ادبیات سیاست‌گذاری بهش میگن سیاست‌گذاری از پایین. معنای دوم غیبت سیاست اینه که شما اینجوری نیست که نری سراغ یه چیزایی، میری ولی فرمالیته و سوری نمیری که کاری بکنی، میری که باشی. مثالی بزنم، مثلا شما فرض بکنید ما پدیده دیدیم به اسم کار کودک. خب پدیده کار کودک یعنی بچه‌ای که تو خیابونن، توی کاروان، توی کشاورزی ان، توی قالیبافی ان، همه جا هستن دیگه. من حداقل توی موضوع تحقیقاتی کردم میدونم که مثلا این رقمی حدود 8.5، حالا اصلا اینجوری بگم مثلا فرض کنید 2 میلیون، اصلا مناقشه نکنیم سر چون میتونه بیشتر بشه کمتر بشه، حالا من واسه تقریبا کنم. شما وقتی وارد میشی تمام تمرکزتو میذاری روی بچهای خیابونی مثلا یه شهر. این کجای اون 2 میلیونه؟ این مثلا نوکیه انگار کوه یختی، یعنی وارد مثلا بحث کودکی که تو حوزه فرض شما نمیدونم روستا کار میکنه یا چوبونی میکنه یا تو کشاورزی کار میکنه یا تو کارگاه‌ها کار میکنه، اینا اصلا خیلی وارد نمیشه. تمام تمرکزت تو میذاری رو این. حالا اینا تو این خیابون که میذاری اونجا چیکار میکنی؟ باز کاری که میکنی باز از جنس میگم یا فرمالیته است یا یه حالت سوم داره غیبت سیاست. به هر سه اینا میگن غیبت سیاست، یعنی میگن که انگار که نیستی، حاکمی ولی با اوکراین نمیکنی. حالت سومش وقتی که اتفاقا میای و اتفاقا میخوای کار کنی و اتفاقا با تمام توانت کار کنی و جواب نمیدی. فرض بفرمایید دوره طولانی ما در مورد مصرف مواد و مصرف کنندگان مواد همچین وضعیتی داشتیم که تو هر سه این عرصه ها عرض میکنم فضاهای خالی شکل میگیره، جامعه مدنی میاد. توی اعتیادان فرض کنید NA اومده، توی حالا اینا رو من مثالاشو خیلی پخش نکنم، ببخشید فکر کنم 20 دقیقه هم داره تموم میشه. این چند دقیقه ببخشید که فقط بتونم بحثم کامل پوز میکنم که موفق نشدم. حالا فرض بفرمایید این صورت بندی دیگه داشت اینو میگفتم که چرا این اتفاق، چرا مثلا اون بخش حاکمیتی اون جایی که باید این کاری بکنه اون کارا رو نمیکنه.
اینو ما با این غیبت سیاست توضیح میدیم که خب من توی یک سخنرانی که چند وقت پیش داشتم در دانشگاه علامه کامل در مورد این بحث غیبت سیاست و اصلا اقدامات جامعه مدنی در خلأ سیاست کرده توضیحاتی داده بودم که خب اون خودش یک بحث مفصلی بود. اینجا تا همینجا شاید اجازه بدید من ببندم، برگردم به آخرین بحثم که اونم سیاست زندگیه. یعنی منظورم این است که پس بنابراین الان فرض من این است که نه حقوقدانا و دستگاه قضا راضی از این وضعیت که این وضعیت عادلانه است، نه دولت، سیاستگزاران دولت، چه بوروکراتاشون، چه کسانی که در دانشگاه دارن در ارتباط با سیاستگذاری، نه اینا فکر می‌کنن این وضعیت مطلوبیه. به سیاستمداران و کسانی که در حاکمیت جایگاه‌هایی رو دارند ممکنه عرض می‌کنم اون جایگاه‌ها رو ربطی به سیاستگذاری نداشته باشه، به سیاست ورزی ممکنه داشته باشه. با اونا کار ندارم، اونا ممکنه مسئولیت‌هایی داشته باشن یا نداشته باشن، یا دارن اشتباه می‌کنن، کار خودشون دارن. جامعه مدنی هم راضی نیست دیگه. این جامعه مدنی که عرض کردم سازمان یافته است و مدافع حقوق کودک، مدافع حقوق زنان، مدافع حقوق انسان ها به صورت عام. حالا ما سازمان‌های مثلا مردم نهاد اختصاصی مهاجرین پناهندگان گمان می‌کنم نداریم به معنای اختصاصی اونجوری که بعضی از کشورها دارن یا دست کم، من خبر ندارم، ولی به هر حال همین چیزی که داریم که به سختی ایجادش کردیم و حفظش کردیم و مدام برای بقاش داریم می‌جنگه، اینم راضی نیست. برگردم فقط بحث آخرم رو این قسمت سیاست زندگی و کاری که سازمان‌های مردم نهاد می‌کنن بگم و چند تا از پیامدهاشو که این وضعیتی که الان داریم توصیف می‌کنیم چه پیامدهایی داره برای خود جامعه ما و برای جامعه افغانستان، چه پیامدهایی داره و ما چه کاری از دست اومد، ما جامعه مدنی اینجا چه کاری از دست اومد. چون من سیاستگزار اجتماعی اون یه کلاه دیگه‌ای که من دارم و مثلا توی این گروه سیاستگزار اجتماعی انجام شده یا اصلا درسشو میدم یا حالا کارم هست، اون که ما اونجا میریم حرفای دیگه میزنیم، میگیم شما دارین سیاستگذاری اجتماعی نمی‌کنین، این موضوع رو از موضوع سیاستگذاری اجتماعی خارج کردیم، بردینش تو موضوعهای دیگه، عرصه‌های سیاسی یا امنیتی یا نظامی، انتظامی، حالا منظورم و این که اون یه بحث دیگه است. لااقل در مورد اینجایی که من نشستم این بحثم رو این تمام بکنم که در حوزه جامعه مدنی سیاست زندگی چی میشه، اجازه بدین از یک دیگه از متفکران کمک بگیرم، در واقع آقای لویانس، که این یه بحثی داره در مورد این که اصلا دیگری، این یه نقدی میکنه به ببخشید این تیکش رو، حالا همین مخاطبین اینجا افراد فرهیخته هستن ولی برای اینکه حوصله سربر بعضی از این بحثا، ولی اینو بگم ایشون یه نقدی داره به اخلاق خود به حساب خود آیینی کانت. میگه که کلا تمدن غرب خیلی هولوش کانت و خود برنامه‌ریزی شده، خود مبنای فردیت، مبنای حقوق و خیلی چیزای دیگه. ایشون میگه که اون چیزی که اتفاقا مهمه خودش یه فیلسوف غربیه، دیگری، و توضیح میده که اصلا اخلاق از مواجهه ما با دیگری شروع میشه. اخلاق از این شروع میشه که و میگه که ما یک مسئولیت دائمی و نامحدود نسبت به دیگری داریم. دیگری به من مربوطه، چه تو غزه، چه تو نمیدونم ساحل یونان مهاجری که غرق شده، چه تو ایران افغانستانی، چه هر دیگری دیگه. یعنی میگه که اخلاق از ربط دیگری به من، اگه من فقط رو خودم بایستم، این اخلاق کانتی یا حالا هر چیزی که بحث میکنم، میگه که این مبنای فردگرایانه و اونو نه. حالا این فرد و کسان زیاد دیگری مجموعاً اینا همشون افکارشون ادبیاتی ساخته به اسم ادبیات سیاست زندگی که ادبیاتی است که خود به خود در جامعه مدنی داره پیگیری میشه. این ادبیات میگه که ما نباید دیگری رو تقلیل بدیم به یک هویت کلیشه‌ای جمعی، مثل این کاری که الان داریم میکنیم دیگه. الان فردی بر ما بچه و زن و سالمند اینای افغانستانی نه، ما داریم در مورد یک تصویری از افغانستانی صحبت می‌کنیم که اگه راستش بخواید بکاوید ذهنتون، یه مرد جوونه، خطرناکه، بی‌سواده، همیشه ضعیفه، مثلا اینه. اصلا تفاوت از بین رفت. یک هویت جمعی وجود داره که یک لیبل منفی خورد. اون میگه که از منظر اخلاق لویتون و از منظر لویناس و از منظر سیاست زندگی، ما مواجهمون با مهاجرین باید ورای ملاحظات مرزی، اقتصادی، امنیتی و این چیزا باشه. یعنی میگه که اینها به ما و انسان اول ما باید مواجهمون رو روشون تکلیفمون روشن کنیم و بعدم میگه که عذر تراشیدن، عذرهایی از جنس تعلیق. حالا تعلیق خودش یک ماجرایی است که مثلا آقای آگامبن و اینا در مورد این وضعیت اضطراری توضیح دادن که چرا بعضی از حکومت‌ها
همیشه میگن ما در وضعیت حساس و کنونی هستیم. این وضعیت اضطراری باعث تعلیق قانون و تعلیق حقوق و همه این چیزا میشه و شما انقدر این وضعیت این تو کووید خیلی مجدد اومد، خیلی از این فلاسفه غرب و این صاحب نظران توی غرب وقتی بحث می‌کردن در مورد کووید تو کشور خودشون میگفتن آقا این وضعیت اضطراری نمیشه بهانه کنید که چون الان وضعیت اضطراری کوویده دیگه همه چی متوقف شد، همه معلق شد و ما در اون وضعیت حساس و کنونی هستیم. ولی خب ما در هر حال سال‌هاست در این حد. اون میگه که مسئولیت تو نمیتونی با عذر و توجیه وضعیت ویژه که آگامبن توضیحش میده به تعویق بندازی، یعنی بگی حالا تا اقتصادمون درست، حالا تا مشکلات امنیتیمون حل شه، حالا تا مثلا مسائل فرض بکنیم هرچی فشارهای تحریم بره، تا اون موقع ما الان این کارو به ما ربطی نداره، مسئولیتی ما نداره. یا مثلا میدونید ارزم این است که تکلیفت مواجهه اخلاقی با زندگی این آدم‌ها به تعویق میفته. خب جامعه مدنی این کارو نمی‌کنه. جامعه مدنی از همون لحظه صفرش در اولین مواجهش با این پدیده به اندازه توان خودش شروع کرده، رفته بچه‌ای که خارج از مدرسه بوده رو آورد، به مادرش ارتباط، همیشه معمولا اینجوریه دیگه، این روابط مثلا سازمان مردم با کودکان معمولا بلافاصله با مادر خانواده اینا هم پیوند دنبال کرده که مثلا بحث تابعیت یک کودک از مادر مثلا ایرانی ولی پدر غیر ایرانی مثلا پیش بره، البته بعضی یا دنبال کرده که مثلا یه جاهایی هم راستش کاری نکرده. یعنی اینم بحث آخرم باشه در مورد جامعه مدنی. میخوام بگم که اینجوری هم نیست که اولا جامعه مدنی کوچیکه، ضعیف نگه داشته شده، خودش درگیر بقاش مدام، یعنی تحت فشار تو زمین میدان مین داره راه میره. بعد یه جاهایی هم یه غفلتایی کرده، مثلا فرض بکنید خود بحث‌های درون جامعه مدنی است که ما خودمون با خودمون همیشه می‌کنیم دیگه، میگیم که مثلا اون سال‌هایی که ما انقدر یهو درگیر آموزش شده بودیم یا یادمون رفت که بریم یقه اون کسی که اینا باید برگردن توشو بگیریم. حالا نه که هیچ کاری نکردیم، ولی به این راحتی نمیتونیم نسبت بدیم این بازگشتن کودکان به مدرسه رو به تلاش‌های جامعه مدنی. واقعا معلوم نیست، ما تلاش کردیم ولی درگیر آموزش دادن هم شده بودیم یه جوری که اصلا حواسمون پرت شد. یا فرض بکنید که ما تجربه‌ای که در جامعه مدنی داریم برای همزیستی کودک ایرانی کنار کودک افغانستانی یا مادر این تجربه رو هیچ وقت نتونستیم به یک مقیاسی بیاریم بالاتر در جامعه، یعنی توضیح بدیم که ببین این ما مدل همزیستی رو داریم زندگی می‌کنیم روزانه. اینایی که با ما هستن حتی در سطوح اداره و مدیریت کار ما اومدن تا جایی که دیگه قانون ثبت شرکت‌ها نمیذاره این بیاد تو هیئت مدیره. و الا مثلا یه موقع خیلی از جاها من دستی هم خودم میشناسم سازمان‌هایی رو که این خانم افغانستانی الان در این هیئت مدیره داره کار میکنه، فقط رسما رو کاغذ نمیتونه هیئت مدیره باشه ولی واقعا نقششو داره، هممون نقشو پذیرفتن غیر رسمی در جامعه مدنی که اینم عضوی از هیئت مدیره ماست، همه کارا رو برمی‌داره. خب من طولانی شد که چند تا پیامد بگم و خیلی ببخشید از این جسارتم که وقت اضافه تری گرفتم. پیامدهای منفیش خب برای جامعه ما این وضعیت رو تداوم دادن. این می‌خواستم عرض بکنم برای من جامعه مدنی کارایی کرده، کاری هم نکرده، می‌تونستیم کارهای بیشتری بکنیم. ما خیلی فرصت مواجههمون با جامعه افغانستانی رو تبدیل به فرصت شناخت جامعه افغانستان نکردیم. ما بیشتر درگیر دادن حمایت و خدمات. خیلی از سازمان‌های مردم نهاد ببخشید این در مورد همه صادق نیست، ولی من تا حدی که می‌بینم اگه باهاشون حرف بزنی خیلی مطلعن در مورد نیازها، تاریخچه زندگی، مشکلات، چالش‌های، ولی وارد این بشی که می‌دونین مثلا همونقدر که ایران و اقوامش و زمینه‌هاش و تاریخ سیاسیش و اسطوره‌هاش و ایناشو میشناسین که کردش چجوریه، ترکش چجوریه، می‌دونین افغانستانی‌ها چه فرقایی با هم دارن، هر کدومشون از کجا میان، چه تاریخ‌هایی دارن، چه اسطوره‌هایی دارن، چه تفاوت‌هایی با هم دارن. این کم رنگه. تو بعضی از نه اینکه نیستا ولی کم رنگه. نه شناختیم نه برساختیم، چون اگه ما اینقدر داریم باشون زندگی می‌کنیم، 25 سال داریم باشون زندگی می‌کنیم، کو مدل سازی تجربه همزیستیمون یا شناخت عمیقی که ما از این جامعه پیدا کرده باشیم و این آورده باشیم ارائه داده باشیم به جامعه. این کارم نکرد. اینو ببندم که چه کردیم و چه نکردیم. عرض می‌کنم که به هر حال این دیگری ستیزی یک چیزی که میره تو حافظه جامعه و یک رفتار نابهنجاری که جامعه یادش میره. بنابراین فرقی نمی‌کنه تو این دیگری ستیزی با کی داری می‌کنی. وقتی می‌کنیش یعنی این رفتار انجام دادی و در واقع میره توی حافظه جمعی، میره تو تاریخه. خب باعث ناپایداری‌های مختلفی هم میشه، باعث تضاد میشه، باعث بروز خشونت میشه. دیدیم دیگه همین صحنه‌هایی که کتک میزنن، چه میکنن،
آمادگی اینو پیدا میکنی که دیگری ستیزی دیگه بکنی بلافاصله، اصلا مسیر رو رفتی دیگه. انواع دیگری هایی که دور بر ما عرض کردم، کرد، ترک، بلوچ، هنرمند، ورزشکار، نمیدونم روحانی، مذهبی، غیر مذهبی، اینا همشون دیگری هستند. دیگری هایی که ما در روز باید بگیم که بفهمیم ما که این اونا کیان اینا. خب اگه شروع کنی یاد بگیری که از دیگری بلافاصله بزن دیگری سازی، دیگری ستیزی بدی، مستعد میشی برای اینکه این کارو برای دیگران هم بکنی. خشونت ترویج داده میشه، سرمایه اجتماعی ما کم میشه. اینا در آینده درون خودمون و برای جامعه افغانستان اینطوری، اینا خشونت نمادین و خشونت فرهنگی و تاریخی داریم بهشون. طبیعیه که از نمیدونم فرآیندهای مثلا دخترانشون از فرآیند آموزش باز میمونن، نمیدونم اموالشون داره تو این فرآیندها از بین میره، بالاخره رهن خونه داده، قرض داده، این کار کرده، اون هم اینا رو میبینیم دیگه. جزئیات خیلی زیادی داره که چقدر آسیب به اموالشون میزنیم، چقدر آسیب به برنامه‌هاشون میزنیم، به روابطشون میزنیم. یعنی همه اینا رو داریم قطع میکنیم به صورت جمعی و فشرده و اینا. نسل‌های بعدشون که اصلا حالا خودش داستان مفصلی که احتمالاً بحث خواهد شد در پنل بعد، همه اینا متضرر میشه. خیلی ممنون از وقتی که بهم دادید. خیلی عذر می‌خوام از اضافه توضیح بدم بعد به پاسخش برسم. من اون دو بخشی که فرمودید به جامعه به معنای عام من بخش روشنفکریش و بخش مردم نهادش یکی نکردم. یه قسمت نخبگانی داره که میشن روشنفکران و دانشگاهیان و اینا، اون یه بحث دیگه است. قسمت سازمان‌های مردم نهاد یا اون این بخش از جامعه مدنی من روش دست گذاشتم که منظور همین سازمان‌های مثل همین جامعه، یعنی مجموعه‌هایی که برای اهداف اتفاقاً دگرخواهانه و خیر عمومی دور هم جمع شد. حالا این تصحیح یعنی حالا تکمیل سوالتون. اما اینکه درست می‌فرمایید که خب چه باید کرد؟ ضمن اینکه در مورد اون همراهی جامعه و همدستی‌های مختلف دانشگاهی و روشنفکران اینا من اشاره کردم تو صحبت. یعنی عرض کردم که این مجموع عواملی که باعث میشه از دیگری به دیگری سازی و به دیگری ستیزی بریم، این همه نیروها توش دخیلن، هر کی یه سهمایی داشته. و اتفاقا در مورد افکار عمومی توضیح دادم که چون خیلی تحت تاثیر رسانه هاست، خیلی راحت‌تر دستکاری میشه افکار عمومی. روشنفکران دانشگاه اینا هم که ماجرای خودشو داره، یعنی هر کدوم از اینا بخشای که همراهی میکنن و بخشای که همراهی نمیکنن و نقد میکنن منطقه‌های خودشو داره. من فقط تمرکزم کردم روی این سوال. در مورد این سازمان ها فقط راه حلی که به ذهنم میرسه بگم، البته راه حل من نیست، چیزی که در همین متونی که من ازش استفاده کردم آمده توضیح میده که ببخشید چون من وقت نشد اینا نرسیدم توضیح بدم. توضیح میده که در سیاست زندگی شما دو سه تا کار پیش ببرید. یکیش اینه که اخلاق مراقبت یا تمرین مراقبت رو بکنید، همین کاری که همیشه کردین. حالا اصطلاح کلی اخلاق مراقبت هم از یک جایی اومده و از یک ادبیاتی بوده، ولی معنی واقعیش همینه که همین قدری که از دست اونور اومده که از همدیگر مراقبت کنین. حالا چه یه سازمانی از کودک مراقبت کرده، یک سازمانی از زن مراقبت کرده، یک مجموعه های دیگه هستن که اتفاقا از در واقع افراد برای اینکه تقلیل داده میشه تصویر افغانستانی در ایران کارهایی کرده که مثلا جنبه‌های دیگه‌اش نشون بده. من خودم مثلا دانشجوی ارشد داشتم، از دانشجوی خیلی خوبیم که از افغانستان یا هنرمندان هستن، بالاخره سازمانی هستن که تا این کار می‌کنن. خانه بابل مثلا داره کار دیگری می‌کنه. ولی به هر حال منظورم این است که یه مقدارش میگه که تمرین همین مراقبت، همین پرکتیس، همین تمرینتون ادامه بدید. یه قسمت دیگه‌اش میگه که همبستگی، سالیداریتی، همبستگی با هم داشته باشید در مقابل ساختارهای سلطه و تبعیض. این هم بحثش مفصل دیگه، همین کاری که الان داره میشه، همین که الان صدایی در مخالفت با صدای غالب، صدایی که الان هم یک حمایت سیاسی داره، هم یک حمایت نظامی امنیتی داره، دستور کاریه، رسانه‌های اصلی کشور دارن در واقع تقویتش میکنن، تقریبا به تمام قوا بخشی از در واقع ابزارها پشتشن، از سوی دانشگاه و مردم و روشنفکران هم حامیانی میکنن. این که شما با هر چقدر که هستید، همین توضیحی که دادم، جامعه مدنی ایران این قسمت سازمانی اساس قسمت بزرگ و قدرتمندی نیست، قسمتی که ضعیف نگه داشته شده، کارهای بسیار ارزشمندی کرده، اونو من منکرش نیستم، یه کاری هم نکرده، اونو من همیشه میگم، یعنی نمیخوام اونجا خیلی اغراق کنم، ولی هیچی کم نمی‌کنه از ارزش‌های اونجا. ولی به هر حال اینم کار دیگری است که میگه
سومیش هم میگه که حمایت طلبی یا هم ادوکیسی کنید برای بهزیستی و رفاه جمعی همه. یعنی همین کاری که باز قبلا می‌کردن، یعنی کارهایی که مثلا همین الان هم مجموعه‌ای هستن که سعی میکنن که من با یه مجموعه آشنام خانم گزارش دادن که الان اتفاقا دارن بحث آموزش آنلاین دخترها رو در واقع شروع کردن. مجموعه‌ای هستن اینا دونه دونه نمیخوام روش چیز کنم که اینا خیلی راه حل‌های کاملیه و همه مشکلات رو حل می‌کنه. کاری که از دستش برآمد، یعنی برای بهتر کردن زندگی دختر بچه‌ای که چرخه تحصیلش داره قطع میشه، کل کاری که از دستش برمی‌اومده اینه که یک به اصطلاح امکان آنلاین فراهم کنه که اون دختر بچه بتونه یا راهنمایی نوشته در مورد بازگشت بدون آسیب، کاهش آسیب در بازگشت. هر کسی به هر حدی که تونسته. این قسمت سومش هم به آخرین حرفمه، اینی که میگه حمایت طلبی بکنید، ادوکیسی کنید برای بهبود وضعیت رفاه جمعی آدم‌ها. یه اصطلاح کلی دارن میگن که در شرایط بحران و سرکوب با هم نفس کشیدن رو تمرین کنید، نه اینکه هر کی به فکر خودش باشه یا حالا هر کی چیز. البته خیلی از اینا چون من امروز با این کلاه انجمن جامعه شناسی اومدم، چیزایی که تو متون هست، توی واقعیت بعضیش اتفاق میفته، بعضیش پیچیده‌تر است. ممکنه شما خیلیاتون خیلی راه‌حل‌های بیشتری هم بدونید، کما اینکه الان هم اقدامات زیادی داره در حوزه جامعه مدنی میشه. یعنی به نظرم جلسات شبیه این و خیلی کارهای دیگه، اعتراضات پیش‌نا، بالاخره مقابله‌ها و اینا ساده هم نیست. یعنی شما در مقابل جریان غالب وایسیدی. البته که نه چیزی داره، یعنی نه منتی بر کسی هست، نه چیزی. این یک سیاست زندگی. اگر کسی از این سیاست تبعیت کنه و فکر کنه همه دیگران به من ربط دارن، مهم نیست اینجا تو فرزند یا هر جایی و منم به عنوان دیگری به بقیه ربط دارم، خب کارشون اینجوری انجام میده. حالا هر چقدر مانع مواجه میشه، هر چقدر ضعیف میشه. خیلی ممنون.